یک روز حضرت میگه در زیر یک درخت شیشتست، چند دونه رتبه میبینم، خرمای نوپختگی را در درخت. من میگه یا عبدالله میگه اون را به چی بیار؟ این حضرت هم پورا بر میزنه ای زوره و در درخت میچسبه. سوقای پشت به حد میده بدید که رنگی گوله گوری همین بندکای پشت تمامی صحابه قه میخندن. اما به حضرت میگه که برای چی میخندی؟ برای سوقای عبدالله ابن مسعود قسم به الله فردا روز قیامت این سوقا ایکی احد وزنی‌تر میشود در ترازوی اعمال. شما به حال خودتون خنده کنید، به حال ابن مسعود میخنده. برای شفا و طبابت دردهای شما شرکت داروهای گیاهی پیشنهاد میکند سمیوون برای آنهایی که لاغر هستند و میخواهند وزن بگیرند. ام پلوس اپیمدیوم گردش خون را خوب نموده برای همخوابگی نیرو میبخشد. ملحمی پیگمنتا برای بیماری های پسریاز و سفید شوی پوست. بینداکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. میناکسیدیل برای سبزانیدن موی سر و ریش. کرم فریک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. روغن خیلبی برای ریزانیدن سنگ های گرده و طبابت آن. فاتزارب برای کم کردن وزن زیادتی. دسترس نمودن داروها به تمام شهرهای روسیه و جمهوری تاجیکستان به طور رایگان عملی می شود. تلفن برای تماس جمع 7 929 688 49 49. علیکم و رحمت الله و برکاته. اولا خدوم مهمانای عزیز، داملوهای محترم، سادات محترم، خوریای بسیار محترم و محتشم و زدار مورا، حاجیای محترم، مهمانای عزیز، خیش پیوندو را با این خاندان تبریک و تهنیت میگوییم. و بعدا این محفل نو هست، محفل ختم قرآن هست. انشاءالله محفل خیلی در اونجا شرکت میکنن. سر تا پا نو است، جایی که تلاوت قرآن میشود مکان نزول ملائکه های رحمت است. جایی است که ملائکه ها به امر پروردگار اما قوم و پرده های رحمت میپوشانند و صفت قصه اونا را نزد الله ذوالجلال میبرند و پیش پروردگار بیان میسازند که یک عده از بندگان در منصرد خونه محمد یوسف نشسته و یاد و ذکر ترا میکردند، قرآن تلاوت میکردند، صلوات بر حبیب محمد صلی الله علیه و سلم میفرستند و حضرت خداوندی گواه میگیره هم ملائکه را اینی اشهدکم قد غفرت لهم، بیشک من شما را گواه میگیرم که گناه این بچه ها را بخشیدم، گناه این بنده ها را بخشیدم. خشم به حال کسی که محفل خیر، محفل دعوت، محفل تلاوت قرآن مقدم میداره بر تمام کارها و سعی میکند که در چنین محفل های اشتراک داشته باشد. این قدر خوریای بزرگ و حافظای کل و بسیار عالی قدری را باور کنید در یک محفل دیدن مشکله، کم اندر کم محفل یاد میشود که همین خیلی بزرگا شرکت داشته باشد. از بس که محفل قرآن است، انشاءالله چیزی را که وابسته به تلاوت قرآن است، خصوصا در عهد پیامبر صلی الله علیه و سلم و نزد آن حضرت در صورت یک حدیثی هم دستگل برای صاحب خانه و مهمانان تقدیم میکنیم. بعد انشاءالله با قوریا هستن و صحبت دوام میتن، دوملوها هستن انشاءالله مجلس گرم میکنن. امامین در حدیث، شیخین در حدیث، امام بخاری و امام مسلم رحمهم الله تعالی در صحیحین حدیثی را از حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت میکنند. قصه عبدالله ابن مسعود همی در ابتدای ششتم میرفتم اینجا که بسیار شخصیتی بزرگ است. این شخص فقیه امت اسلام است. حتی از حضرت صلی الله علیه و سلم روایت است، ابن عبدالبر در الاستیعابش آورده است که حضرت میگفت رضیت لامتی لما رضی له ابن ام عبد، برای امتم هر فتوایی را که عبدالله ابن مسعود میته من راضی هستم. ببینید از این دیگر اعتبار و شرفی بزرگتر میشه و سبحان الله.
همین شخصیت که صاحب نعلین پیغمبرش میگن، به خاطر اون که حضرت صلی الله علیه و سلم در جایی که میشیشته است، این حضرت نعلینش کفشوش میگیرید در تای کشش میزد. صاحب نعلینش میگه حضرت هر وقتی که بر میخواست همون کفشا را میگیرید در پیشکش میموند. بسیار در بیان صحابه پیغمبر اعتباری بزرگ داره. بور میگه همراه حضرت نشسته بودیم، حضرت میگه به من مراجعت کرد، گفت اقرا علیه، پیشم قرآن بخون، از قرآن چیزی را بخون. و میگه به یک ادب گفتم یا رسول الله اقرا علیک و علیک انزل، ای حبیبی الله آخه قرآن بر شما نازل شده است، من خیلی جرأت میکنم که در پیش شما قرآن بخونم. قرآن را که بر شما نازل شده است من خیلی پیش دستی میکنم در نزد شما تلاوت میکنم. حضرت گفت فانی احب ان اسمعه من غیری، من دوست می‌دارم شنیدن قرآن را از دیگر کس. اگه از زبان هر کس نه آخی آدم تجوید خوندن با تجوید خوندن نتونه غلط بخونه، از زبان اونه. حضرت عبدالله ابن مسعود حافظ قرآن است، از همون شخصیت‌هایی هست که در قرآن بسیار ممتاز بود. در حدیث صحیح اومده است، حدیثی که متفق علیه است، بخاری و مسلم روایت کردند. حضرت میگفت استقرئ القرآن من اربع، قرآن از 4 نفر بگیره، من ابن ام عبد و معاذ ابن جبل و ابی ابن کعب و سالم مولا ابی حذیفه. او 4 نفر اول از عبدالله ابن مسعود سر میکرد که قرآن سعی کنه که از عبدالله ابن مسعود بگیره، از معاذ ابن جبل بگیره، از ابی ابن کعب که سید حفاظ قرآن است بگیره و از سالم مولای حضرت ابو حذیفه. همین 4 نفر کاملتر هستند در حفظ قرآن. ببینید خوری و همه خوری قرآن اما درجه و منزلت جو یک نیست، در حفظ فرق میکنن، در تلاوت فرق میکنن، در تقوا فرق میکنن، در خدمت فرق میکنن، هم دیگه خیلی تفاوت دارن. اگر چه دال چه زال است در کتابت لیک با 696 کم است دال از زال. حضرت صلی الله علیه و سلم بوره گفت من احب ان یسمع القرآن کما غزا کما انزل فلیسمعه من ابن ام عبد. کسی دوست می‌داره قرآن پره کامل ایخد کنه همچنانه که نازل شده است، الان قرائت عبدالله ابن مسعود گوش کنه، الان تا کامل خشو پره. ولی حضرت صلی الله علیه و سلم ببینید یک عجیب یک بشارت براش داد که در پیش من بخون که من قرائت را دوست می‌دارم، من دوست می‌دارم وقتی تو در نزد تلاوت کنی. حقیقتا از شخص دیگر شنیدن قرآن بسیار لذت داره. جان تغم نتی بیچاره خوری دائم همی در زیش یک گم نکنم، یک همجا رست نشم، یکون حرکت غلط نکنم، یعنی یک خدای نکرده یکون جو ترک اخفا نکنم، مادر یکی ترک نکنم. اما شنونده رسلت میمیایی تا به حضور خشوش دیگه فقط لذت ببرم، گوش بکنم لذت میبرم. افسوس و صد افسوس که به قلب یعنی به خدمت یعنی قوی ها نمیرسیم. خوری تلاوت کرده سید به هم دیگر گپ بزنیم. در نماز بعضی ها باش گله و شکوه میکردن، هیچ کاری خدا به حکمت نیست. بوده شاید یکی همی سببایی که نمی بلو افت اومده در مساجد بلو مباس بسته شد، حسابی نمی کمبودی های خود مونای، حسابی نمی گله و شکوه های خود مونای یا ای درازی بد میگیره. خونت پری گندم در نماز بامداد که اقلا همون 40-60 باید با تجوید در خونه دیگه کی میخونش درازی بد میگیره. تو راحت که استراحت که فایده و منفعت شبه بر به هر یک حرفی که از قرآن گوش میکنی اوغی از 10 تا 700 ثواب خدای تعالی برات عنایت میفرماید. این نعمت هم ببینه حضرت صلی الله علیه و سلم دوست می‌داشت است که در پیشش تلاوت کنند از همون استفاده ببرند. حضرت میگه فقرأت سورة النساء. در نزد حضرت وقتی که امر کرد، امر مقدم در ادب است، میگه قرائت کردم سوره نساء را
تا اینکه به آیه 41 رسیده میده، در جایی که خدای تعالی تاکید میکند استعیذ بالله فکیف اذا جئنا من كل امه بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. حال این مردم چی بشیده باشد؟ فردا روز قیامت از هر امت یک آدم شاهد مونیم بر ایمانش و شهادت بتن. هر یک پیغمبر از برای امت خود شهادت میته و ای حبیبی من، ای محمد صلی الله علیه و سلم، ترا در برای همه شاهد قرار میدی که تو بر ایمان تمام مؤمنان شهادت میدی. همین موضوع را میگه رسیده بودم که حضرت گفت امسیک قرار کن. گفت اینجا میگه نگاه کردم فیض و عیناه تزریفان. حضرت صلی الله علیه و سلم آب دیدش در رخسارهای نازنینش که جاری شده، حتی در یک روایت اومده است که میگه ریش تر کرد. اینا ببینه میگه که من برای امتم چیزی را که عبدالله ابن مسعود رضا داده است من قبول دارم، رضا میتونم. یک روز حضرت میگه در زیر یک درخت شیشته است، چند دانه را تبع میبینم، خرمای نوپختگی را در درخت. من میگه یا عبدالله، میگه امورا به چی بیار؟ این حضرت هم پورا بر میزنه، ای زوره بود در درخت میچسبه، سوقای پشت به حد میده بود، یکی رنگی گلک بوری همین بندکای پشت. تمام صحابه قه میخندن. اما به حضرت میگه که برای چی میخندی؟ برای سوقای عبدالله ابن مسعود قسم به الله فردا روز قیامت این سوقا ایکی احد وزنی‌تر میشود در ترازوی اعمال. شما به حال خودتون خنده کنید، به حال ابن مسعود میخنده. آن همون خیلی احترامش میکردن صحابه پیغمبر. من چه که حضرت احترامش میکرد به خاطر قرآنش، به خاطر ایمانش، به خاطر تقواش. خداوند خوریای ما را در پوش و خور نخلد، همیشه در طیوی باشن، محترم باشن. قومی که خوریاش عزت میکنه انشالله عزیزی پروردگار میشود و خداوند از شر شور و گزندها حفظشون کنه. انشالله جوان مردایی داریم، قایایی داریم که همیشه خدمتشو در جامعه میرسد. پروردگار بازم خدمتاشون بیشتر و زایی‌تر بسازه و قدماش را راسی خود خداوند ماندان ایشانی محمد یوسف با قدمشون مبارک و مزین بگردونه و خداوند محفل مونه محفل نورانی و خیر بگردونه، در نامه اعمال مثبت بسازه. ارواح پدر مرحوم محمد یوسف و پدر و مادرای خودمون و گذشته هامون، اونایی را که از ما امید دعا دارن، پروردگار رحمت و مغفرت کنه و فردا روز قیامت از دیدار به مثالش، از صحبت علمای حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم، از شفاعت اون حضرت برخوردار و مناسب